مصاحبه خیلی مهم با یک شخص بسیار عزیز و مهم داریم. آقای شرافتی، مدیر کل اداره اتباع خراسان رضوی. یکی از سوالات خیلی مهم این است که آیا طرح 100 میلیونی چی هست؟ 100 میلیون که داره تو حساب خودش سپرده گذاری کنه و بعد با این حساب، با این پول در همین استان یک سرمایه گذار بیاد یک کارخانه بزنه، هم ایرانی هم در مورد بله، در مورد این صحبت کردیم. در جریان صحبتاتون بازم گفتیم که دفترچه اقامتی 6 ماه بعد از 6 ماه باید تمدید میشه. سازمان ملی مهاجرت داره انجام میده، ضمن که اختیاری هم است. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحتمند و سر حال باشید. بسیار زیاد تشکر که امروز همچنان ما را انتخاب کردین و وقت گرانبهایتان را گذاشتین و همه شما هزار خوش آمدید میگم به یکی از برنامه‌های کاملا متفاوتی که تا اکنون همچین برنامه‌ای در ایران حداقل نداشتیم و امیدوار هستم که این برنامه را تا پایان بیننده باشید. از دل یک مصاحبه خیلی مهم با یک شخص بسیار عزیز و مهم داریم. آقای شرافتی عزیز امروز وقت گذاشتن، البته با اینکه همه مصروفیت هایی که داره باز هم لطف کردن وقت گذاشتن. نمی‌فهم میشناسید یا نه، ولی احتمال زیاد برای همه شما ایزا آشنا باشند. آقای شرافتی مدیر کل اداره اتباع خراسان رضوی که البته به این خاطر گفتم شاید بر خیلی هایتون آشنا باشه، اگر در اینجا وقت زندگی کرده باشین 100% میشناسین. همین موضوع طرح 100 میلیونی که برای اتباع در کشور ایران اعلان شده بود و یک سری سوالات داشتن عزیزان ما یک برنامه گرچند قبلا نشر کردیم، ولی با این حال زمانی که کامنت ها را خواندیم و یک سری پیام ها را دریافت کردیم که هنوز هم متوجه شدیم که هنوز هم سوالات عزیزان ما برطرف نشده و خواستیم که از خود آقای شرافتی عزیز بشنویم آیا سوالاتی که عزیزان ما دارن. خب برنامه قبلی که ما داشتیم خیلی کامل نبود، چی بهتر که امروز فرصت شد که همراه خودشان صحبت بکنیم و از خودشان پرسان کنیم. ولی پلان کل برنامه امروزی ما این است که در اول در یکی از دفاتر کفالت مشهد بریم، اگر تانستیم که همراه مسئولین همون دفتر صحبت بکنیم چی بهتر و اینکه مردم حتما به خاطر همین طرح 100 میلیونی زیاد مراجعه میکنن به دفاتر کفالت. میخوایم که از اونا معلومات بگیریم که آیا چقدر راضی هستن نیستن، از مسئولین دفتر کفالت پرسان بکنیم که چه تعداد مهاجرین در روز مراجعه میکنه به این خاطر، آیا کلا مردم میپذیرن یا نه، چطور هست، پررنگ است یا کم رنگ. میریم از نزدیک میبینیم و بعدش هم سوالات عزیزان را که جمع آوری کردیم، همه معلومات را که کامل کردیم، بعد میریم خدمت آقای شرافتی عزیز که سوالات عزیزان ما که از ما میپرسن تا از مسئول اصلی بپرسیم از خودشان هم سوال بکنیم و معلومات کامل ارائه بکنیم. پس در این برنامه حتما همراه باشید. آمدیم در یکی از دفاتر کفالت هستیم و مسئولشان همراه ما هست. همراهشان صحبت خواهد کردیم در رابطه به همین موضوع 100 میلیونی سپرده‌گذاری. سلام، وقتتان بخیر. سلام، خیلی ممنون. در خدمتم. حال شما خوبه؟ متشکرم، مرسی. قربانتون. بسیار زیاد تشکر که وقت ماندین. با اینکه سرتون شلوغ بود، یک تایم آمدین که مردم هم یک تعداد زیاد از مردم هم آمده بودن. یک معرفی اگر خودتان داشته باشید خوشحال میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عجمی هستم، مدیر اجرایی و جانشین مدیر دفتر کفالت. بسیار خوب. خانم عجمی عزیز،
بسیار متوجه شدیم که دفترتان شلوغ است. آیا بعد از همین اعلان طرح 100 میلیونی این گونه شلوغ شده یا نه قبل از اون هم همین رقم بود؟ بله، خدا رو شکر با شروع طرح خب قبل از اونم گروه های مختلف بودن، بحث ویزا، بحث خانواری، بحث تمدید کارت های هوشمند دفتر حضور داشتن، ولی با شروع طرح 100 میلیونی خیلی از مراجعه کننده ها میان و به طور میانگین در روز بین 30 تا 35 خانوار ما پذیرش داریم. بسیار خوب، یعنی که بیشتر هم شده، یعنی بعد از این بله. اعلان طرح 100 میلیونی بیشتر شد. بله. از کدام تاریخ دقیقا شروع شده و تا حال چه مدتی میگذره از اعلان همین طرح تا امروز؟ از طرح تقریبا ما استارت طرح رو تاریخ 30/10 زدیم. 30/10 به صورت آزمایشی طرح شروع شد در طول استان و از 1/11 طرح به صورت گسترده شروع شد. دیگه بعد از همون تاریخ مردم می آمدن به خاطر شرکت از همون کردن؟ تاریخ بله، به طور میانگین میگم بین مثلا 80 نفر پذیرش داریم در روز که خیلی ها خب متقاضی این طرح هستن. میانگینش 30 تا 40 نفر. 30 تا 40 نفر بله اعلام آمادگی میکنن. بسیار خوب. راجع به اطلاع رسانی اگر بر ما بگوین، از جایی که ما با مردم صحبت کردیم و کمتون میدانیم اطلاع رسانی اینا کامل اطلاع ندارن اینکه همین طرح 100 میلیونی چی هست و چگونه باید، آیا بعد از شرکت کردنش چه مزایای خواهد داشت و اینا. اطلاع رسانیش چگونه بوده برای مردم؟ آیا هر کس میآید هر نفر از شما میپرسن معلومات میگیره از دفتر یا نه قبلا همه معلومات داده شده؟ اول در واقع دفاتر کفالت به صورت گروه‌های 50 تا 100 نفری به ارباب رجوع پیامک میده، اونا رو فراخوان میکنه سمت دفتر. وقتی که اومدن طی گروه‌های 5 تا 10 نفره طرح براشون کامل توضیح داده میشه، نحوه طرح و اجرای طرح تا جایی که به دفاتر ابلاغ شده و به تبع اطلاع رسانی میشه. مردم راضی هستن از این طرح؟ مردم تعداد زیادیشون راضی هستن. بحث اصلیشون بحث خانم‌هایی هستن که سرپرست خانوار هستن و خب پسر ندارن و کسی که کار بکنه داخل اون خانوار ندارن، که اونها هم متقاضی شرکت هستن تو طرح. فقط میگن که اگر بشه بستبندی کمتر بشه، به جای ماهی 10 میلیون ماهی 5 میلیون بشه. چون سرپرست ندارن و کارگر ندارن مطمئنا براشون مشکل تر از یک فامیل عادی هست. و خب نماینده بانک و نماینده بیمه هم حالا به صورت پاره وقت نماینده بیمه ولی نماینده بانک به طور کامل داخل دفتر مستقر هست و تبع هر سوالی داشته باشه که ما در مورد بانک اطلاعی نداشته باشیم میتونن برن از نماینده بانک مستقیما بپرسن سوالاتشون رو. بسیار خوب. همین که این پول حالا به طور قسطی یا کامل به طور حالا بعضیا قسطی بعضیا هم کامل میپردازن، چگونه است همون لحظه برشان یک دفترچه همون دفترچه ویژه اقامتی تحویل داده میشه یا خیر؟ طبعا وقتی که فیشا رو به ما صادر تحویل میده تحویل دفتر، فیش بانک فیش بانکو بله خب یک زمان مشخص و یک تایم مشخص داره که توسط نماینده بانک تعیین میشه. طبعا به بانک مراجعه میکنه، فیشو پرداخت میکنه و اصل فیشو تحویل دفتر میده. دفتر کفالت بعد از اون درخواست رو ثبت میکنه به مراجع ذی صلاحش و اینکه از اون بازه بین 3 تا 4 هفته گفتن که صدور دفترچه انجام میشه. یعنی هنوز اصلا صدور نداشتید؟ فعلا صدوری نیومده سمتمون. خیر. بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. امیدوار هستم که خوب بگذره و بخیر بگذره. تشکر که وقت ماندین، خوشحال شدیم. خیلی ممنون، من هم خوشحال شدم. امیدوارم بتونم که خدمتی کنم به جامعه مهاجرین. قربانتان، مهربان هستید. تشکر از شما. بسیار زیاد تشکر که تا ایدم ما را همراه هستین. قسمت اول برنامه را که شما دیدین و شنیدین که مردم چطور بود، آمده بودن نامده بودن، آیا این طرح پذیرفته بودن یا نه، همه اینا را پرسیدیم و شما هم شنیدین. حالا میریم که همون سوالاتی که ایزان ما از ما پرسیده بودن و یک سری سوالات دیگه که در برنامه قبلی مطرح شده بود از آقای شرافتی که در اول برنامه ما یادآور شدم پرسان بکنیم. البته می‌خواستیم که دفتر خود آقای شرافتی بریم که خبر شدیم در یکی از دفاتر نزدیک از جایی که فعلا ما هستیم زیاد فاصله نداره و یک دفتر خبرگزاری هست. تشریف میارن، پس میریم همونجا این مصاحبه را خود داشتیم و مرحبا.
بسیار زیاد تشکر که تا ما همراه هستین. خوشبختانه آقای شرافتی عزیز لطف کردن وقت گذاشتن که امروز بتونیم همین معلوماتی که حالا موضوعش رو با شما قبلا شریک کردیم همراه خودشان صحبت بکنیم تا همون سوالاتی که در ذهن ما و شما وجود داره برطرف شود به طور کلی و شفاف. آقای شرافتی عزیز بسیار زیاد تشکر که وقت ماندین، ما واقعا خوشحال شدیم. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همه همکاران خوب شما در اتحاد نیوز که زحمت میکشید. بسیار زیاد تشکر، شما لطف دارین، مهربان هستین. آقای شرافتی عزیز، از وقتی که همین طرح 100 میلیونی برای اتباع و خصوص مردم افغانستان اعلان شدن، ما شاهد بسیار از سوالات، بسیاری از مشکلاتی که حالا مردم داشتن و سوالاتی که در ذهنشان داشتن بودیم. به خاطر اینکه حالا فعالیت رسانه‌ای داریم، بخصوص از ما خواهش میکردن که این معلومات رو به گونه شفاف و کلی خدمتشان عرض بکنیم. از اون خاطر خواستیم که این معلومات رو از زبان خود شما بشنویم. در اول میخوایم بدانیم و این یک سوال خیلی خیلی زیاد بر مردم ایجاد شده، یکی از سوالای خیلی مهم این است که آیا طرح 100 میلیونی چی هست؟ مردم میخوایم بدانن. حالا نمیدونیم چقدر اطلاع رسانی شده یا خیر، ما میخوایم به نوبه خود ما اطلاع رسانی کلی را داشته باشیم، چون شما از هم بهتر میدانید. میخوایم در اول یک معرفی از همین طرح داشته باشید. من تشکر میکنم از شما. جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه داره خدمات عادلانه مثل شهروندان خودش به مهاجرین و پناهندگان افغانستانی که دوست و برادر ما هستن داره خدمت میده و بله. شاید در خیلی از موضوعات خدماتی که داره داده میشه من ایرانی هم باید هزینه کنم و هزینه میکنیم. مثلا برای درمانمون، برای تحصیلمون، برای بچه من که میخواد بره مدرسه هم ما داریم هزینه میکنیم. خب این کار صورت میگیره. آنچه که برای نظام جمهوری اسلامی ایران مهمه خدمت عادلانه و حل مشکلات و نیازهای اساسی یک خانواده است. چون بحث مهاجرین هست، خب جمهوری اسلامی ایران در تکریم و خدمت به مهاجرین بیش از 4 دهه در دنیا پیشرو و همه هم میدونن. بله. یعنی خدماتی که جمهوری اسلامی ایران داده یک تنه و سازمان‌های بین المللی خیلی ناچیز تا کنون حق خودشونو ادا نکردن بر هیچ کس پوشیده نیست. این جزء از نظر راهبردهای نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت خدمتگزاره که داره در حال حاضر انجام میشه. خب یکی از طرح‌هایی که امروز شما بهش اشاره کردید و شاید یه مقداری سوالاتی داشتن عزیزان مهاجری که در 1-2 سال گذشته وارد جمهوری اسلامی ایران شدند، همین طرح جذب سرمایه‌های خرد اتباع و مهاجرینه، اونایی که دارای برگ سرشماری و بازشماری هستن. مرحله فعلیش هست. ما الان برای درمان خودم اگه بیمه نباشم مطمئناً به جای مثلا 50,000 تومان باید 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون پرداخت کنیم. گاهن میبینی برای عملای سخت تا 100 میلیون به بالا باید هزینه کنیم. اتباع هم همینه. امروز یک اتفاقی که در سازمان ملی مهاجرت و یک تفاهمی که بسته 3 جانبه بسته شده، بخشی از مطالبات هر روز جامعه مهاجر که دارای برگ سرشماری هستن به اداره کل اتباع روزانه حدود 500 نفره، یا برای درمان یا برای تحصیل و برای تردد، برای اقامت، برای رفاهیات و مورد نیاز خودشونه. این طرح با مشارکت همه دغدغه‌های که بهش اشاره کردم و در روز مطالبه میکنن از ما حل میکنه.
که قبلا دارنده های همین بازشماری و برگه سرشماری یا کارت آمایش این سهولت ها رو نداشتن، این مزیت ها رو نداشتن. اینا کار نمیتونن بکنن. بله. بحث درمانشون آزاد حساب میشه، خیلی سرسام آور. و تحصیل بچه هاشون مشکل داریم، ترددشون از این شهری که برگه براشون صادر شده ممنوعه، حقه. وقتی خدمات میخوان بگیرن، وقتی میخواد بیمه بشه، وقتی میخواد بیمه ی حوادث بشه، خب باید هزینه کنه. هم من باید هزینه کنم، همون. ضمنی که این سرمایه گذاریه، اصلا هزینه نیست. شاید در یک رفتن به بیمارستان یک مهاجر ما 100 میلیون بره بیاد خرج کنه، این براش مشکل نیست. ولی برای 100 میلیون که بذاره تو حساب خودش سپرده گذاری کنه و بعد با این حساب، با این پول در همین استان یک سرمایه گذار بیاد یک کارخانه بزنه، هم ایرانی هم افغانستانی، از همین کسی که پول گذاشته بره اونجا کار کنه، تأمین نیازهای زندگیشو بدون منت، بدون ناراحتی، بدون که صبح بلند بشه از خواب بگه خدایا باید چه کار بکنم، شغلش فراهم بشه، درمانش درست بشه، بیمه بچهش درست بشه، اینا نیازهای اساسی یک خانواده است. بعد 100 میلیون زیاده که او هم به گونه سپرده گذاری هست، مصرف نمیشه، که اصلا مصرف نمیشه. بله. هر موقع هم نیاز داشته باشه، هر موقع نیاز داشته باشه به پول، بیاد مراجعه کنه بگه من میخوام پولمو بگیرم برم به کشور افغانستان، همون روز پولشو میدن و ایشون میتونه تصفیه کنه، پولشو برداره بره. در جریان صحبتاتون گفتید که در حساب خود شخص میباشه، یعنی در حساب بانکی خودش هست، فقط برداشتن هم میتونه تا زمانی که بیاید درخواست بکنه، میخواد خدمات بگیره. بله. و توی ایران باشه این پولو نمیتونه برداره. یعنی هیچ گونه نگرانی برای کسی که میخواد در این طرح شرکت بکنه نیست. یعنی این 100 میلیون در حساب خودش، پولشو گذاشته تو حساب بله. خودش، براش بانک نگهداری میکنه پولشو. ولی کلی از دغدغه هاشو، نیازهای اجتماعیشو مرتفع میکنه. ترددش حل میشه، درمانش حل میشه. اینا فکر میکنم که یا بد توضیح دادن برای این جامعه، یا هم که افرادی دوست ندارن این اتفاق بیفته. ضمنی که باز آمدن به خاطر یک تعدادی خانواده ضعیف هستن، ندارن، پر جمعیتن، مشکل باشه براشون، کارگرن، آمدی قسطی کرده، یعنی 10 تومن بیا سرمایه گذاری کن، ماه 10 تومن. این باعث میشه که هم خانواده فعالتر بشه، پویاتر بشه، هم نگران نباشه که پسرش دخترش مریض شد چه کار بکنه، کی میخواد هزینه‌اش پرداخت کنه، هم رسمیت پیدا میکنه حضورش توی ایشون. یک برگه موقت گرفته، فقط سرشماری شده که ایشون مهاجر افغانستانی است، ولی الان داره دفترچه اقامت 6 ماهه میگیره و خدماتش رو برابر قانون میگیره، مورد توجه و تکریم ویژه قرار میگیره. بابت خدمات و این مبلغ به نظر من، ما الان داریم که مراجعه میکنن میگن ما رفتیم بیمارستان بستری شدیم 200 میلیون تومان هزینه. بله خودم مشاهد بودیم. 200 میلیون. بعد او 100 میلیون این 200 میلیون رو از بین میبره. اینا موضوعات اساسیه که مهاجرین عزیز باید بدونن. اینو برای ما هم همینه. برای ما هم همینه. اگر بیمه نباشید 100% همون مصرف. ضمن این که اینو بدونم، ما از خیرین عزیز که کم نیستن، مؤسسات خیریه افغانستانی خیلی کمک میکنن، ولی اونا هم یک ظرفیتی دارن و بالاخره سرانه درمان استان و مشهد مشخص. با سرانه درمان و اون جمعیتی که دارن استفاده میکنن از آب و برق و گاز و تلفن و امکانات شهری مثل شهروند ایرانی، حتما باید مشارکت کنن در این گونه و برای امنیت
خودشون و خانوادهشون این کمک بسیار بزرگیه که خب سازمان ملی مهاجرت داره انجام میده، ضمنی که اختیاری هم هست. در مورد نیست. بله، در مورد این صحبت خواهد کردیم. در جریان صحبتاتون بازم گفتین که دفترچه اقامتی 6 ماه بعد از 6 ماه باید تمدید میشه. تمدیدش هیچ هزینه‌ای برای مردم نداره؟ نه، هیچ هزینه‌ای نداره. فقط در همین دفاتر کفالت میرن و تمدید میکنن. همون دفاتر کفالت یا بانک یا اتباع، چون کار جدید شروع شده، کارشون انجام میشه مجدد 6 ماه تا و همین روال خدماتشون رو بتونن بگیرن. بیمه هم که دیگه معمولاً 1 ساله است، باز سال بعدش هم میتونن تمدید کنن. اصلا خیلی از اون چیزی که تعریف شده و مسیر و نقشه‌ای که امروز الان یه مقداری سر صدا هم به پا کرده، مثل همین کار خودمونه، مثل ایرانی‌ها. 100%. دقیقاً ما قبل از اینکه بخوایم با شما صحبت بکنیم رفتیم 1-2 تا از دفاتر کفالت را دیدیم، با مردم صحبت کردیم که بدانیم مردم در این مورد چه فکری میکنند. دقیقاً ما متوجه ازی شدیم، حالا که صحبت‌های شما را میشنویم، که اطلاع رسانی درست نشدن. 100% این طرح یک طرح فوق‌العاده خوب است که خیلی از خدمات را برای مهاجرین خیلی ساده‌تر و راحت‌تر میکنه. اگر اطلاع رسانی درست میشد، قطعاً مهاجرین هم علاقه نشان میدادند و گرچند حالا هم خیلی از این بابت خوشحالند، ولی اونایی که درست متوجه نشدن فکر میکنند که حالا اجباری است، فکر میکنن که حالا ما حتما باید کار رو بکنیم، داریم نداریم از یک جای پیدا بکنیم. از قضیه قسطی بودن خبر ندارن، از قضیه که بابت دریافت این دفترچه اقامتی ویژه ما چه خدماتی بر ما راحت تر میشه، از اینا اطلاعی ندارن. به خاطر خواستیم صحبت با شما داشته باشیم در رابطه با اجباری بودن و اختیاری بودن. اگر بیشتر صحبت بکنیم، خیلی از عزیزان از ما سوال کردن اگر ما به طرح شرکت نکنیم، آیا همین برگه سرشماری یا کارت آمایش یا بازشماری که داریم فعلا میسوزه، یعنی باطل میشن یا خیر؟ نه فعلا. ببینید ما برابر شیوه نامه و ابلاغیه سازمان ملی مهاجرت و وزارت کشور کار، ما همیشه الان تا آمایش 17 پیش آمد رفتیم، الان آمایش 17 تموم شد، نظام تصمیم گرفته، وزارت کشور داره کارت هوشمند میده. بله. این خدمت جدیدیه، روش جدیدیه دیگه، از اون حالتهای تغییر کرده نسبت به گذشته. الان شیوه نامه‌ای که ما داریم بر اینه که طرح اختیاریه، اجباری نیست، برگشت هم اعتبار داره، ولی مثلا در آینده چه تصمیمی گرفته بشه، اون ولی تصمیمی هم که بخواد مورد دغدغه عزیزان باشه، مطمئناً وقتی که مقایسه کنن خانواده ها خدماتی که یک کسی که شرکت کرده در طرح ببینن و اون کسی که شرکت نکرده کنار هم بذارن، در برابر اون مبلغی که در حساب خودشون سپرده گذاشتن، مطمئناً بعد از چند ماه آینده این مرتفع میشه و نه شما به سراغ ما میاین نه مردم به سراغ ما، خودشون استقبال میکنن. چند وقت بعد او پول به دردشان هم میخوره. پسندازیه دیگه، خرجش نمیکنن. چقدر طول میکشه که بعد از سپرده‌گذاری این مبلغ همون دفترچه اقامتی ویژه رو دریافت بکنن؟ فکر نکنم در همون لحظه دریافت بکنن، درسته؟ اون لحظه نمیشه، چون چاپش در بانک ملی انجام میشه و یک تعدادی باید جمع بشه، یک دفعی چاپ میشه و انشالله چون ثبت نام یه مقداری قطعی نشده بود، باید پول 100 تومن و یا همون 10 تومنی ها که باید بریزن تکمیل بشه، فرمای بیمهشون تکمیل بشه، به بانک مرکزی ارسال بشه و بعد چاپ بشه. این روال روزای اول یه مقداری تأخیر داشته. من بعد به محض این که ثبت نام کنن، بعد از تا 10 روز دفترشون میاد اداره کل اتباع و اونجا یک سری کارا انجام میشه و تحویل همون دفاتر کفالت داده میشه. از اونجا بهشون زنگ میزنن، میرن دفترشون رو میگیرن و از خدماتش استفاده. یعنی از این بابت نگران نباشن، اصلا هیچ نگران نباشن. اداره کل اتباع و جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور بالاخره در خدمت مهاجرین بوده در 4 دهه و کماکان هم خواهیم بود. هیچ دغدغه‌ای، شما که رسانه هستید، شما که بالاخره در فضای مجازی فعال هستید، میتونید نقش اساسی رو داشته باشید، هم در
طراحی های دشمن که خنثی کنید، هم در کمک و پل ارتباطی باشید با بین ما و مردم انشاءالله. با کمک و همکاری شما انشاءالله. بسیار زیاد تشکر خیلی که ممنون. فرصت متشکرم. گذاشتید. ما واقعا نیاز قربانش. داشتیم به این اطلاع رسانی. خواهش میکنم. خیلی ممنون. قربانش. بسیار زیاد خدا تشکر. نگهدار. تشکر از شما. خدا حافظ. خب عزیزای دل، بسیار زیاد تشکر که این برنامه ما رو تا پایان بیننده بودین. امیدوار هستم که مفید تمام شده باشه و سوالاتی که در این مورد در ذهنتان داشتین برطرف شده باشه. ایام یک برنامه کامل بود که از خواستیم با خود آقای شرافتی عزیز داشته باشیم که لطف کردن وقت گذاشتن و اونجا فرصت نشد.